مهمان امروز من از شهر زیبای ساحلی چاف، سرکار خانم بهناز سعادتی. صداشو بشنویم. یا رب تو مرا به نفس طناز مده، با هرچه بجز توست مرا ساز مده. من در تو گریزان شدم از فتنه خیش، من آن تو هم مرا به من باز مده. به به خانم چه صدایی. سلام به شما. خوب هستی؟ خیلی خوش آمدین. خیلی ممنونم، مرسی. سلام عرض میکنم به بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در برنامه شما دعوت شدم. ما هم خوشحالیم که شما اینجا حضور دارید و امیدوارم بتونیم حداقل یه کاری بکنیم که صدای شما بیشتر شنیده بشه. خیلی واقعا صدای خوبی دارید، بهتون تبریک میگم. متشکرم از شما. چیکار میکنید الان؟ شغلتون چیه؟ الان در زمینه گویندگی فعالیت میکنم و تیزرهای تبلیغاتی انجام میدم. آفرین. از چه سالی؟ از سال 97 شروع کردم. بسیار عالی. از سال 97 به گویندگی و این صدا پی بردم، اما خب الان نزدیک به 1 ساله که تیزرهای تبلیغاتی و اینا هم انجام میدید. درآمدتون چطوره؟ کمه. آره خیلی کمه. ایشالا بیشتر میشه. مرسی. چی اذیتتون میکنه تو این شغل؟ این که تو شهر کوچیکی هستیم و حمایتی که باید بشیم نمیشیم، اونطوری که باید دیده بشیم نمیشیم، و اینکه دوست دارید بیشتر دیده شید، بیشتر شنیده شید. بله. امیدوارم این اتفاق بیفته برای همه بچه‌هایی که تو این حوزه صدا کار میکنن و ما هم هدفمون همینه. ارتش خوش صداها به همین خاطر راه افتاده. خیلی ممنونم از شما که همچین فرصتی رو در اختیار ما قرار دادید. متشکرم. آماده اید که تصویرتون رو نشون بدیم؟ بله. بریم. 3 2 1. این شما و این خانم سعادتی عزیز از شهر زیبای چاف. یه خورده از چاف برامون بگید. چاف خیلی شهر زیباییه، دریا داره، هندوانه‌های چاف معروفه. استان گیلان. بله. نزدیکترین شهرش کجا میشه؟ لنگرود. ساحل زیبای چاف. فوق‌العاده. خیلی. اگه الان به شما بگیم 85 میلیون، ساعت چند نفر شدیم آخر؟ 80 85 90 80 بگیم بهتر. 80 میلیون ایرانی شما رو تماشا میکنن. بله. دوست دارید بهشون چی بگید؟ انشالله که همیشه حال دلشون خوب باشه و سلامت باشن. دوست دارید یه نکته خاص؟ من دلم میخواد یه چیزی بهشون بگید که حالا میتونه در راستای کار خودتون باشه یا یه چیز کلی. به هر چیزی که علاقه دارن دنبالش برن. عالی. شما علاقه داشتید اومدید تو این حوزه؟ این اتفاق برای من کاملا به صورت معجزه آسا اتفاق افتاد، ولی واقعا بهش علاقه داشتم. آره. اولین نفری که بهتون گفت صدات خوبه کی بود یادتونه؟ مثلا بهناز صدات خیلی خوبه، برو تست بده، نمیدونم یه کاری بکن. این صدا کاملا به صورت مسخره بازی از من در اومد. عجب. فقط به عنوان این که چون ما تو چاف زندگی می کردیم و همه اونجا گیلکی صحبت می کردن و ما هم از کودکی گویشمون خب گیلکی بود. گیلکی، بله. به خاطر همین من هیچ وقت در کودکی فارسی صحبت نمی کردم و به خاطر اینکه خب وقتی که کم کم که بزرگتر شدم میخواستم یک مقدار از اون حالت لهجه و اینا که در بیام، اومدم تصمیم به همراه یکی از دوستانم به نام نگین که نگین جان اسم شما هم آورد دیگه. آره به نام نگین که من مدیون ایشون هستم و ایشون باعث شد این جرقه بزرگ در زندگی من از اونجا شروع شد که من تمرین کنم که فارسی صحبت کنم و بدون لهجه، و اومدم ادای اینایی که تو دستگاه کارتخانه صحبت میکردن رو در آوردم و همین که هی جلوتر رفتم دیدم تمام دور و اطرافیام به صدام واکنش نشون میدن و این واکنش باعث شد که پیگیر شم، باعث شد که با آدم‌هایی که دور و برم بودن و منو هل دادن به این سمت
باعث شد که برم تو این مسیر و این صدا از من در بیاد. خیلی عالی. من اینو بزرگترین معجزه در زندگی میدونم. خیلی عالی. شما فرمودین که صدای دستگاه کارتخوان، آره از این دستگاه چی به ATM بهش میگن؟ آره درسته. میشه برامون این صدا رو در بیارید؟ لطفاً کارت خود را وارد نمایید. سجاد کارت داری داداش؟ من یه لحظه واقعا احساس کردم که اینجا ATM. خیلی متشکرم خانم، خوشحال شدیم. در پایان میخوام پارتی بازی کنم، چون مادر خانمم چافیه. یه جمله گیلکی بگید به اهالی چاف. جمله گیلکی اینجا؟ آره چی بگم که نمیدونم، دلم میخواد یکم فکر کنم. جمله گیلکی بگید دوستشون دارید، از همین جمله‌های عادی با زبان چافی. آره چافی. شما چافه نه، همه دوست دارم. آخه الهی خیلی متشکرم. زحمت شما، مرسی، ممنونم ازتون. زنده باشید. تشکر. خوشحال شدم.